هموطنان عزیز، 23 سال است که تاجیکستان محبوب ما صاحب استقلال و مردم شریف کشور صاحب دولت آزاد و صاحب اختیار بوده. در فضای وطن عزیزمان خورشید استقلال پرتو افشانی میکند و با نورهای حیات بخش خود دل و نیت بنیادکارانه ما را، منزل و مأوای ما را، امروز و فردایمان را منور می‌گرداند. با مناسبت این جشن بزرگ ملی، یعنی 23مین سالگرد استقلالیت دولتی، خرد و بزرگ تاجیکستانی عزیز و کل هموطنان برون مرزیمان را صمیمانه تبریک میگویم و به هر فرد صاحب وطن خانه آباد، سلامتی و سربلندی و کشایش کار آرزو می نمایم. ما این سال جشن استقلال را در آستانه صحنه‌های بسیار مهم تاریخی، یعنی 20 سالگی قبول بختنامه خلقمان، کنستیتوسیا و 20 سالگی یکی از رمزهای مقدس دولتمان سرود ملی و 600 سالگی مولانا عبدالرحمن جامی استقبال می‌گیریم. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان پایه‌های استقلالیت و اساس‌های دولت دموکراتی، حقوق بنیاد دنیوی و اجتماعی ما را تحکیم بخشید. سرچشمه تشکل نظام نوی قانونگذاری دولت معاصر ما گردید و اشتراک آزادانه و وسیع شهروندان را در حیات سیاسی و اجتماعی کشور و اداره دولت تأمین نمود. و 20 سال است که سرود ملی ما در سراسر تاجیکستان و بیرون از خاک آن در مراسم و چاره‌بینی‌های سطح عالی و دیگر معرکه‌های مهم بلند صدا می‌دهد و تاجیکستان را به جهانیان معرفی می‌نماید. هرچند که استقلال ما جوان است، ولی ریشه‌های آن با عمق تاریخی پر افتخار خلقمان می‌رسند و از مبارزه‌های فداکارانه هزاران نفر فرزندان دلیر و قهرمان ملتمان که در راه آزادی و استقلال سرزمین اجدادیمان جان فدا کردند شاداب گردیدند. استقلالیت ما رمز گویای آزادی ملت و مملکت، صاحب اختیاری دولت و نشانه روشنی وطنداری و وطن دوستی ما می باشد. ما در مدت 23 سال استقلالیت توانستیم که با وجود مشکلات و مانع‌های زیاد پیشرفت استوار وطنمان را تأمین کنیم، مقام آن را در عرصه بین المللی بالا برداریم، پایه‌های دولتداری مستقل خود را تقویت بخشیم، تمام کوشش و تلاش و ذخیره و امکانیت‌های خود را به خاطر فراهم آوردن شرایط مساعد برای زندگی شایسته خلقمان روانه سازیم. سربلندی و خوشبختی ما در آن است که تقدیر امروز و فردای وطنمان در اختیار خودمان می باشد و هر فردی با ننگ و ناموس ملت هستی و حیات خود را به خاطر آزادی و پیشرفت سرزمین اجدادی بخشیده است. امروز تاجیکستان راه مستقل انکشاف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و معنوی را پیش گرفته با اصلهای آزادی سخن، آزادی وجدان و گوناگون اندیشی که از جمله اساسهای دولت دموکراتی می باشند ارج تمام می گذارند. از فیض و برکت استقلالیت است که نفوذ و اعتبار تاجیکستان در عرصه جهان پیوسته بالا می رود
و تشبس‌های کشور ما به خاطر سعادت تمامی ساکنان سیاره در سطح جهانی پذیرفته می شوند. از فیض و برکت و نیروی استقلالیت است که ما برای رسیدن به استقلالیت انرژتیکی از بنبست کمونیکاسیونی رها نمودن مملکت و حفظ امنیت آذوقه‌واری در مدت نچندان طولانی به خیلی دستاوردها نائل گشتیم و فعالیت سازنده خود را در این سمت‌های استراتژی روز از روز وسعت بخشیده ایستاده‌ایم. زیرا استقلالیت انرژتیکی برای کشور ما و رشد میانبرده آن اهمیت سرنوشتاش دارد و گذشته از این مسئله حیات و ممات به حساب می رود. استقلالیت تاجیکستان را با جهان و جهان را با تاجیکستان پیوند ناگسستنی و همیشگی بخشید و دروازه های 4 سمت عالم بیکران را برویش باز نمود. تنها به شرافت استقلالیت دولتی ما توانستیم که از بنبست کمونیکاسیونی رهایی بخشیدن کشورمان را هدف استراتژی خود قرار دهیم و با زحمت صادقانه مردممان به سوی این هدف با سرعت پیش رویم. حفظ امنیت آذوقه‌واری نیز برای ما اهمیت استراتژی دارد. مجموعی تدبیرهای پیش گرفته حکومت مملکت در این سمت امکانیت می‌دهد که طلبات اهالی را با مالهای اساسی آذوقه‌واری از حساب استحصالات داخلی کشور هرچی بیشتر تأمین نماییم. غمخواری در حق مردم کشور، بالا بردن سطح زندگی آنها، حیات آسوده و سعادتمندانه هر خاندان مملکت مقصد و مرام و هدف همیشگی حکومت تاجیکستان می باشد. ما باید تمام چاره و تدبیرها را عملی سازیم که هر یک ساکنی کشور از ثمره و نعمت استقلالیت بهره‌ور گردد. باعث خوشنودی است که در سالهای استقلالیت دولتی ساحه‌های مهم اجتماعی از جمله علم و معارف، تندرستی و فرهنگ و ورزش به مجرای کلان نو وارد گردیده سال از سال پیش می روند. امروز ما همه تدبیرها را عملی گردانیده ایستاده ایم که صفت خدمت رسانی ها در نظام معارف و تندرستی بلند گردیده به سطح معیارهای جهانی رسانیده شود. حکومت تاجیکستان انکشاف علم را در برابر معارف و فرهنگ سمت افضلیتناک استراتژی رشد ملی می حسابد و برای تأمین نمودن ثمره‌ناکی کارهای علمی و تحقیقاتی همه چاره‌های ضروری را عملی می گرداند. استقلالیت دولتی را در راه خودشناسی ملی و تاریخی، احیای آیین و سنت‌ها و رشد علم و ادب می توان مرحله درخشان و پر افتخار فرهنگ و تمدن ملی دوران رشد نیروی ذهنی و ایجادکاری ارزیابی نمود. وابسته به این می خواهم مخصوص خاطر نشان نمایم که محض به شرافت استقلالیت سرشت معنوی ملت تاجیک رسمیت سیاسی پیدا کرد. جمهوری تاجیکستان جشن 23 سالگی خود را در شرایط ادامه داشتن روندهای پرتلاطم جهانی شوی و جهانی پر از تضادها تجلیل می نماید. برای امین ماندن از تأثیر عامل‌های منفی روند فراگیر جهانی شوی، فرهنگیان
و عموماً اهل جامعه کشور باید تفکر سالم ملی را در ذهن جوانان انکشاف دهند. ارزش‌های ملی را از تهدیدهای خطربار عصر نوین حفظ نمایند و وحدت ملی را تحکیم بخشند. جوانان و نورسان ما باید از ریشه‌های تمدن باستانی، زبان و فرهنگ ملی و آیین‌های دولتداری این یاگان خود آگاه باشند و وابسته به دیگرگونی و تحولات آغاز هزار ساله سیوم برای استوار گردانیدن پای دیوار دولتداری نوین و فرهنگ و اندیشه ملی سعی و تلاش نمایند. در شرایط بسا مرکب و پیچیده جهانی معاصر، حفظ استقلالیت دولتی و دستاوردهای آن وظیفه جانی، مسئولیت وجدانی و قرض ایمانی هر یک فردی با ننگ و ناموس ملت می باشد. در روند تحکیم دستاوردهای استقلالیت دولتی، مسئله تشکل انسانی سالم و دانشمند، متخصصی سطح بلند و تشبثکار و بنیادکار اهمیت خاصه دارد. تربیت نسل صاحب معرفت شرط اساسی تشکل جامعه سالم به حساب می رود و این کار مهم نه تنها وظیفه عائله و مکتب بلکه وظیفه دولت و تمام جامعه کشور می باشد. بنابراین ما باید نسل امروز و فردا را با سنت‌های والا و با میراث بزرگ نیاگانمان هرچی بیشتر آشنا نموده در ذهن و شعور آنها حس افتخار از دولتداری ملی خود، احترام نسبت به استقلالیت، حس بلندی وطن دوستی و افتخار از وطن اجدادی را انکشاف دهیم. افتخار از تاریخ، فرهنگ، زبان و عنعنه‌های نجیب و جاودانه ملت یک رکن بسیار مهم استقلالیت دولتی می باشد. ما بارها تاکید کرده ایم و بار دیگر خاطر رسان می نماییم که استقلالیت فرهنگی برای ما برابر استقلالیت سیاسی عزیز است. در روند جهانی شوی ما باید زبان و فرهنگ خود را همچون نعمت بی‌بها و میراث گذشتگانمان احتیاط کنیم. در رابطه با این بار دیگر به کل شهروندان و مخصوصاً به جوانان تاکید کردن می‌خواهم که زبان جوهری هستی و بقای عمر ملت است. افتخار از وطن و وطنداری، تاریخ و فرهنگ، افتخار از ملت و هویت ملی اولتر از همه با مقام و اعتبار زبان دولتی و پاک و بیگزن نگاه داشتن آن وابسته می باشد. دوست داشتن زبان این دوست داشتن مادر، وطن محبوب و تاریخ و فرهنگی خود است. تاجکان از جمله ملت‌های خوشبختند که تقدیر امروز و فردای دولت و وطن خود را در اختیار دارند. امروز ما می توانیم با احساس افتخار تاکید نماییم که اساسهای جامعه دموکراتی را به وجود آورده در جامعه جهانی مقام و مرتبه ارزنده پیدا نموده ایم. استقلالیت دولتی و وحدت ملی دو بال توانایی می باشند که تاجیکستان را به پروازهای بلند هدایت می نمایند. پایداری وحدت ملی و صلح و ثبات در سراسر کشور و ترقیات همه ساحه‌های اقتصادی ملی در نتیجه خدمت بزرگ و قهرمانانه خلق خردمند، صلح دوست و بنیادکار تاجیک به واقعیت تبدیل یافت. ما باید همیشه در خاطر داشته باشیم که صاحب وطن بودن خوشبختی و افتخار بزرگ است.
همزمان با این به قدر این نعمت بی‌بها یعنی وطن و استقلالت آن رسیدن مسئولیت از این هم بزرگتر می باشد. مردم ما و مخصوصا جوانان باید بر رمزهای دولت صاحب استقلال خود کنستیتوسیا، پرچم ملی، نشان دولتی، سرود ملی چون به مقدسات ملت آزاد و صاحب استقلال ما پیوسته ارج گذارند و آنها را گرامی دارند. ما باید افتخار داشته باشیم که ملت تاجیک تاریخاً و طبیعتاً صلح دوست، فرهنگ پرور، آفرنده گنجینه های تمدن بشری، سازنده و بنیادکار می باشد و این صفت های عالی را نسل به نسل انکشاف داده در تاریخ نوین خلقمان صحیفه های زرین و درخشان را ثبت می کند. من با خلق سربلند و بنیادکار تاجیکستان با همت بلند و احساس گرمی وطن پرستیش افتخار می نمایم و اعتماد کامل دارم که با دستگیری همین مردم شریف و سربلند در سالهای نزدیکترین همه گونه دشواری‌های روزگارمان را برطرف می‌کنیم. نقشه‌های بزرگ و نیت‌های تقدیرساز آغاز کرده‌مان را عملی می‌گردانیم و برای هر ساکن مملکت زندگی از امروزه بهتر و سزاوار را فراهم می‌آوریم. با عرض چنین نیت‌های نیک تمام هموطنان عزیز را با جشن با شکوه سرزمین عزیزمان روز استقلالیت دولتی بار دیگر صمیمانه تبریک نموده و هر یک خاندان مردم دیار آبادی و آسایش، خوشبختی و خوشروزی و فیض و برکت آرزو می نمایم. پاینده و جاویدان باد استقلالیت ملت کهن بنیاد، صلح دوست، بنیادکار و فرهنگ پروری تاجیک. بگذار نور و ضیای استقلالیت راه تاجیکستان عزیزمان را به سوی آینده آباد تا ابد روشن سازد و تاجیکستان محبوب ما تا جاویدان چون اختر تابان و درخشان باقی ماند. جشن استقلال و آزادی وطن مبارک باشد هموطنان عزیز.